کیتم پدا دشت و درانی رودن هر نیمگا گل کو سرانی سپید و سهر و بشبوین گل و پل توارا بالکارم بل بلانی لده لاده لده لاده لده گل 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 پدا همین کیت پر برکتین می شده دن زان شدید چلگانی بهرگاهی زباد و انبرین مید پدا مارا برم پر که چرانی لده لاده لده لاده لده گل 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 پدا دهلانی گرنبگ مانکان توارو چاپ مچید شادهانی جنین گل در پادی کم دو کبلین پدا هم گٹ بنجو دو پتانی لده لاده لده لاده لده گل 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 گوشی زیموری ناچانی سرنا یلانا گوانگ جم زحمت کشانی بلوری گردنا کشید پدارو کچن سیاهی چدی ماجم برانی لده لاده لده لاده لده گل 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 لade lade le ladi lade lade le ladi ladi le ladi ladi jani ladi 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 o mani jani gol ladi gol lade 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 gol گروه پادیک عیدتون مبارک. خیلی خوش اومدین برنامه ما آقای عبدالرحمن و ساز بنجو که ساز اصیل بلوچه دیگه. بله چرا که نه. مطمئنی؟ بله. روش نوشته ساخت ژاپنه؟ نه چون من برای ژاپن فرستادم کوچکش کردم برای ما فرستادم برای ما بزرگش کردم دوباره فرستادم. ولی اصل این ساز واقعا ژاپنی. این ساز اصلش این ساز مثل اسباب بازی بوده از ژاپن نزدیک 150 160 سال قبل اومده در بلوچستان. من نبودم اون موقع. گفتم شاید شما بودی ولی من نبودم. من 2 تا بودم اون موقع. 2 تا بودی. خب دیگه چی میخوای بپرسی؟ هیچی، خواستم بگم خیلی خوشم من میخواد به بلوچی به ایرانیا برای نوروز بله. یه چیز بگم. به
संगता مثلا با بلوچی گوشان با ایرانی संगतानी واسه شما را شما عید نوروز مبارک بباد. خیلی ممنون. عیدی من بعدا از شما میگیرم. بالا چرا که بنجو بهت میدم. خود بنجو بهت میدم. رستم جان خب گروه پادیک میدم که خب غیر از شما که بلوچی هستی سازا ژاپنی و نروژی و هندی و اگه اشکال نداره. اینم شوخی تاریخی دیگه که در موسیقی بلوچی در واقع یه مرکزی شده برای جمع کردن آدمای مختلف از جای مختلف برای که نشون بده که این تمدن بشری در واقع ماحصل تلاش آدمیزاده. یکی اسمش امروز بلوچه، فردا نروژی میشه زیر سایه مثل کلاتون ایرانی که نیست ولی چرا بابا خواهش میکنم ایرانی خالص تاجه. ولی شما نوروز 7 سین دارین مثلا بقیه ایران؟ در واقع نوروز از جامعه بلوچ برای یه دوره طولانی نسبتا رخت بربسته بوده، ولی به هر حال یک از اونجایی که در واقع نوروز یه آیین در واقع بوده که در این منطقه در فلات ایران در واقع برگزار میشه. به این خاطر شما جشن نمیگیرید؟ نه به طور طبیعی هم کردا، فارسا، بلوچا اینو جشن میگیرن. منتها از جامعه بلوچ متاسفانه رخت بربسته. شما میتونید پیدا بکنید توی ادبیات بلوچی واژه نوروز، ولی این برای یه دوره طولانی در واقع گم شده. حالا امید ما اینه که به هر حال با این تلاشی که ما میکنیم بشه در واقع نوروز رو دوباره تبدیل کرد به یه آیینی که مورد به هر حال قبول بخش زیادی از این جوامع ایرانی که در اون منطقه زندگی میکنن بشه. واقعا اشک من در آوردیم. البته در کشور مجاور همسایه که نزدیکی بلوچستان است، افغانستان هم نوروز جشن میگیرن. فاصله بین این بلوچستان و نمایشگاه طلای افغانستان 2 قدم بیشتر نیست.